حرف‌های پنهان شخصی که شدیداً عاشقتم. میگه تا 6 وعده دیگه میخوام بهت یه کادو بدم، یه گل بدم، یه هدیه بدم، اما این یه سورپرایزه، پس عجول نباش. دوست داره کلاً کاری برات کنه که غرق خوشی، غرق حس خوب بشی. میگه ببخشید بعضی وقتا باعث ناراحتیت میشم، باعث میشم ازم ناامید بشی، اما اشکال نداره، دوباره از نو میسازیم و از نو شروع میکنیم. اگه یه خورده با هم سرد شدیم یا از هم فاصله گرفتیم، قول میدم حلش کنم. تو این رابطه تو تنها نیستی که اذیت میشی، این اذیت شدن دو طرف است و جفتمون داریم اذیت میشیم. فکر نکن خودت تنهایی. اشخاصی که بینمون دخالت میکنن و کنار میزنیم و دوباره کنار هم وای میستیم و به اون عشقی که دلمون میخواست، به اون استقلالی که دلمون میخواست میرسیم. دوستان ممنون که تا آخر ویدیو رو دیدین. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین تا بقیه ویدیو همونم بتونین ببینین.